سلام علیک یا امیر المؤمنین یا اول المظلوم. کوفیانی که ز بغض تو دلی پر دارند، همه از راه و مرام تو تنفر داره. علی جونه بابای خوبه. کوفیانی که ز بغض تو دلی پر دارن، همه از راه و مرام تو تنفر دارن. نرو مسجد وقت افطار منو، سفره نان و نمکم تا سحر سفره سجاده ز خون پر داره. بابا مثل دلشوره من ناله مرغابی هاست. نرو بابا جونه. امشب خواستی از مسجد بری بیرون، بگو آقا با حب تو دارم میرم بیرون. خدا لعنت کنه اونایی که با بغض تو اومدن مسجد. مثل دلشوره من ناله مرغابی هاست، مگر از طرز وداعت چه تصور دارم. بابا مردم از این همه جانسوزی استرجاعت. چقدر گفتی انا لله و انا الیه راجعون. حال و احوال تو از مرگ تذکر دارم. بابا اهل دل بغض یا فاطمه داری مگر امشب چه شبی؟ چشمک ماه ستاره چه تظاهر داره. آی علی علی بد نمازان به رکوع تو ترحم نکنه. بد نمازان به رکوع تو ترحم نکنن. بس به تکبیر تو این قوم تکبر دارن. بابا هر که نان و نمکت خورد نمکدان بشکست. بس به پیشانیشان جای تحجر داره. کاش بعد از من از این کوچه یتیمی نرود که به گریاندن مظلوم تبخور دارم. تبخور دارم. هیچ جا این همه آداب رعایت نشود که به سنگ از تن تبدار تشکر دارم. بابا جانم نرو. حسنین اومدن بابا، ما بذار بیان دنباله. همشون امامن. زینبم که معلمیست که طور ادب شده عالمو میبینه. همه گفتن بذار ما بیایم امشب دنبال نماز صبح بذار دنبال. فرمود نه، خودم به تنهایی به سمت شهادت میرم. وای
یا رسول الله به تو تسلیت میگیم. وارد مسجد شد و خودش اذان گفت، دیگه اجازه نداد مؤذن اذان بگه، خودش اذان صبح گفت. ایستاد الله اکبر، همچی که به رکوع یا به سجده رفت، یه وقت صدای جبرئیل بلند شد، قد قتل المرتضی.